2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. عمو فاتح میشه یکم بری سمت راست؟ اوکیه. صبر کنید. این عروسی برگزار نمیشه، یعنی بدون من. مشکله ولی با مزه بوده. خب بچه ها اسمم زیر کفش کدومتون بنویسم ها؟ آفرین، فوق‌العاده است، همینه. بچه ها همینو ازتون انتظار دارم ها. ما چجوری این نمایش رو اجرا کنیم آخه؟ همش پاشو میذاره رو پای من، آبرومون میره. بیا یعنی چه که آبرومون میره؟ از بس که نگات رو زمینه قدم ها رو گم میکنی دیگه. داره میگه قدم ها رو گم میکنم. از کی تا حالا استاد رقص شدی؟ بچه ها منو عصبی نکنید لطفاً. ملیسا جان توی چشمای پارتنرت نگاه کن. رقص و مردا هدایت میکنن، تو خودتو رها کن. مواظب پات باش نذاری رو پاشه. ای بابا شنیدی؟ آره رقص و مردا هدایت میکنن، تو باید خودتو بسپاری به من. امروز اینو میگی فردا قراره چیا بگی؟ بیا ما فعلا بریم، ما دیگه رفتیم بچه‌ها. خوشت اومد استاد رقص؟ وای وای رو تو زیاد نکن آلپر. ببین پاتو له میکنم. ببینین هنوزم مستربین. به خودتون بیاین لطفا. استراب از شقیقه هم به سمت صورتم داره سرازیر میشه. ای وای اگه تو عروسی صورتم داغون بشه مقصر شمایی. حواستون رو جمع کنین ها. یک دوسه بس دیگه. براک کجایی؟ همه چی به هم ریخته. تو چرا داد میزنی؟ چرا داد میزنم؟ فردا قراره یه عالمه توریست بیاد، اتاقا آماده نیستن، رزروا به هم ریخته، براکم پیداش نیست. یه چیزی بپرسم، من برم انگلیس، شما اینجا چی کار میخواین بکنین ها؟ نهیر جون تو اول داد نزن، باشه آروم باش، ما اینجاییم. من به براک توی آشپزخونه کمک میکنم، پویراز هم اینجاست، ما حلش میکنیم. ممنون حاضران، انگار داری اعتماد میکنی.
ببخشید، من گفتم اونا رو ببرین اونجا. من مگه نگفتم اونا رو بکارین اون پشت؟ گفتم اونا رو بکارین اون پشت. نهیر داد نزن، آروم باش لطفا. پویراز، این رنگ خودشو نگرفت، خیلی بد شد. میشه یه نگاه بندازی؟ باشه من الان میام. آره رقص و این و اون، وقتی هرچی شما بگین همین میشه دیگه. آلپر چی؟ چی میخوای بگی؟ آلپر همین الان برگرد به پیست رقص، خشمتو اونجا بریز. میخوایم تانگو تمرین کنیم. بوی دردسر میاد. من دیگه برم. سلما، میشه این قضیه رقص و بیخیال بشیم؟ ایسکامونو میگیرن، خیلی ناراحت میشه. نه عزیزم، چرا بخندن؟ داریم تمرین میکنیم، سورپرایز میشه. بیا فاتح، تو به هیچکی چیزی نگفتی نه؟ نه جون تو، اونقدر سفارش کردی که من از خودم هم مخفیش کردم. نه مطمئنی دیگه؟ آره تو به هیچکی چیزی نگفتی نه فاتح؟ وای سلما، ببینم چیزی که نشد دستم بشکنه. بابونه نازنین من، چیزی که نشد. بابونه نازنین من؟ سلما. بله عشقم جانم. من یه قهوه درست کنم با هم دیگه بخوریم. باشه بیا. ای وای، چی شد؟ قهوه؟ شکلات؟ گل شیرینی؟ نه داری چی میگی فاتح؟ ما اما تر میکنی، من نمیفهمم. بابا چی حواسم به این نبود آخه. ببینم اینجا چی کار میکنه؟ آروم باشین بابا، یکم آروم باشین. اون اومده کمک، داره رنگ میکنه دیگه. لازم نکرده به ما کمک کنه. چرا همش دور و بر ما میپلکی ها؟ آلپر مزخرف نگو. به منم حمله میکنه. آلپر بس دیگه، خیلی خوب. بیازید ممنونم، میتونی امروز بری. آلپر شما هم برین، یالا. شنیدی؟ برو دیگه، این طرفا نبینم تا. آلپر داداش تو یکم آروم باش. حداقل یکیتون تلفن رو جواب بده. آروم نباشم چطور میشه اون وقت ها؟ آلپر نشونت بدم؟ آره نشون بده. آروم نکن. آلپر معذرت میخوام. کافیه دیگه، بسه دیگه، همه آروم باشین. تو هم بهتره که از اینجا بری. حاضران تو هم ملیسا و آلپر رو با خودت ببر، از اینجا برین. چی؟ براک، نهیر، شما هم مرخصین، شما هم برین، همتون برین، همتون. ما بریم. میخواین چی کار کنین؟ اینجا هتل منم هست، من جایی نمیرم، تو نمیتونی منو بفرستی، فهمیدی؟ آره هتل منم هست. نهیر خیلی خوب بابا، هر کاری میخوایم بکنیم. بریم آلپر، زود باش. باشه. داری چی کار میکنی؟ واقعا که تبریک میگم، الان درست شد. با دور کردن همه مشکلاتمون حل شد، درسته؟ آره شد، همه مشکلات رو حل کردم. تو به من کمک میکنی یا نه؟ اینو بگو. تو بدون من نمیتونی کار کنی. خب آره، بدون تو نمیتونم کاری انجام بدم. پرنده های عاشق رفتن؟ آره رفتم. استاد رقصم میخواد بره دیگه. تحمل یه رقص دیگه رو ندارم. خوشگله باشه، بعدن میبینمتون جیگرا. خب ما از کجا شروع کنیم؟ اگه یکی یه روز بیاد و بهت بگه با تو کیه، چی میگی؟ میگم نه. یعنی چجوری بگم؟ نه به نظر چیز مهمی نیست، اما اینطوری نیست. یعنی در واقع وقتی که نیست آدم میفهمه چقدر مهمه. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعد تماس بگیرید.
باتو. لطفاً پیغام بگذارید. الو باتو. من گم شدم. من نمیتونم راهمو پیدا کنم. گم شدم. به من بگو چی کار کنم. کجا برم؟ باتو تو رو خدا یه چیزی به هم بگو. صدای منو بشنو. منو پیدا کن. منو پیدا کن باتو. یا اینکه چه میدونم تو یه چیزی بگو. حرف بزن. زینب ایدیل خوبی؟ چیه؟ حالت بده؟ نه خوبم. گفتم قبل عروسی سمزدایی کنم. حتما این دمنوشا بهم نساخته. از اون احتمالاً. تو خودت خوب نیستی نه؟ نه چیزی نیست. گریه کردی؟ نه گریه نکردم. شب نخوابیدم. یکم خستم. باشه هر جور که تو میگی. من میخوام برم بیرون اما اگه میخوای پیشت بمونم. نه تو برو به کارت برس. من خوبم. باشه اگه حالت بد بود خبر بده. گفتم که خوبم دخترم. برو دیگه. ایدیل دخترم کجایی؟ بیا کمک کن دیگه. برو ببین بابا چی لازم داره. من خوبم. باش. ایدیل ایدیل جون بیا کمک کن اینا رو ببریم عزیزم. بیا. ایدیل جون این ماهی ها رو با اون پنیر بذار تو یخچال شب درست کنیم. اگه زینب نگه که بو میده و اینا دیگه این فلفل ها رو هم به چیز کنیم. خب ایدیل جان. ایدیل دخترم. بله بابا. بیا بشین اینجا لطفا. میخوام برم بیرون. ایدیل بیا بشین اینجا لطفا. ایدیل دخترم چی شده؟ چند روزه یک کلمه هم حرف نزدی. تو خونه مثل روح دور خودت میچرخی. به خاطر اون پسر اثره؟ هوا دیگه تمام شد رفت دیگه. ولش کن بابا. ایدیل نمیخوام به دروغ بگم. تو میخوای خودتو گل بزنی اما اینجوری به نهایت نیست. من از اولش هم گفتم معلوم بود آخر این کار اینجوری میشه. جور دیگه هم نمیشد. مطمئن باش هیچ راهی نداشت. اما بابا از اولش هم هیچ کس اونو نخواست. هیچ کس اونو درک نکرد. منم این کارو نکردم. انتظار داشتی چی بشه؟ خب معلومه میذاره میره دیگه. ولی من پیداش میکنم. نه ولی از این خبرها نیست ایدیل. بابا پیدا میکنی میشینا نداریم. تمام شد رفت فکر کارش خلاص شدی دخترم. فکر میکنی من خوشحالی تو رو نمیخوام؟ ول کن دیگه این آدمو. به خودت بیا خوشحال باش. ایدیل سابق باش عزیز من. اومدم. دیر نکردن. ببین اونجان. بابا جون. مامان جون خوش اومدین. دلم برات تنگ شده بود. سفر چطور بود بابا جون؟ خوبی؟ پسرم خوبم. تو چطوری؟ منم خوبم ممنون. ماما بابا. دختر عزیزم بیا بغلم. پسر خوشگل من. مگه با خانواده ما نیومدی؟
چرا اومدن؟ مامانت حالش بد شد، الان تو راه هم بیچاره کل راه همش غر زد. پسرم خدا به بابات صبر بده. مامان جون چی داری میگی؟ مگه من چی گفتم؟ بگذاریم، من میرم استقبالشون. ماما پسرم حالت خوبه؟ از بابات بپرس. بابا باز چی کار کردی؟ ای بابا من باز چی کار کردم؟ این مادرت هر موجی دریا میزنه از چش منو بدبخت میبینه. پسرم چطوری هر وقت دلم خواست بیام اینجا؟ حتما اونم تقصیر منه. مگه قرار نیست این بچه ها بیان با ما زندگی کنن ها؟ خب یه بارم اینجوری شده دیگه، چیکار کنی؟ ببین این هوا به این تمیزی حالت خوب میشه. نفهمیدم کجا قراره زندگی کنیم؟ بیایی ما رو راهنمایی کنیم بعدن حرف میزنیم. بفرمایید بریم. چجوری میخوایم این کارا رو انجام بدیم؟ همه چی هول هولکی شد. نگیر بریم دیگه. داداش صادق. نه ها عزیزم تو اینجا چی کار داری؟ مگه نباید هتل باشی؟ اخراج شدم. کی اخراجت کرد؟ نه اونجوری اخراج نشدم. منظورم از این که اخراج شدم اینه که آبجی حزیران و داداش پویراز لازم بود یکم تنها باشن. فهمیستم، یعنی فهمیدم. خوبه، کار خوبی کردن. این مدت خیلی بد بیاری داشتن، واقعا خیلی ناراحت شدم. یکم آرامش داشته باشن، یکم استراحت کنن، به قول قدیمی ها بقبقو کنن. ببین راستی گرگم کجا؟ تو هتل دیدیش؟ نه هتل نیست. ببینم اون چیه دستت داداش صادق؟ من چیزی دستم نیست که. داداش صادق اون چیه توی دسته؟ خدا چیزی دستم نیست. اوف داداش صادق باز میخوای کیو اذیت کنی هان؟ بده ببینم، نشونش بده ببینم. عزیزم مگه من همچین آدمیم؟ آره دقیقا همینطوری هستی. ببینم. باشه نشون میدم اما نباید به کسی بگی. باشه بیا. این همه کارت پستالو میخوای چیکار آخه؟ دختر داد نزن، همه محله رو خبردار میکنی دیگه. ای بابا نهیر جان عزیزم، فردا قرار توریست بیاد جزیره، با تور میاد جزیره، خیلی هم مهمه. میدونم داداش صادق قراره توی هتل ما بمونه. منم تمام کارت پستالای توی جزیره رو جمع کردم، اونا هم هر کدوم میان یکی دو تا میخرن، یه سرمایه جمع میشه. اوف داداش صادق یورو خبر داری؟ میدونی الان یورو چند لیره؟ همینجوری داره میره بالا. نه داداش صادق از یورو خبر ندارم، اما من اصلا چرا تو کار تو دخالت میکنم؟ من که در این حدا نیستم. ببین من اینا رو گذاشتم سر جاش باشه. برای تو هم آرزوی موفقیت میکنم، بهت هم تبریک میگم. میبینمت. ببین به هیچکی نگی. نه نمیگم فعلا. میبینمت. همه رو فرستادی رفتن، چطور میخوایم همه این کارا رو انجام بدیم؟ حاضران باشه دیگه، خسته شدی، بذار من انجام میدم. تو میخوای تنها باشی؟ خب اینو بگو، من تنهایی تو به هم نزنم یه وقت. حاضران من واسه خودت گفتم، تو چرا اینطوری میکنی؟ من خیلی خوبم، نگران نباش. ممنونم که به فکر منی. در ضمن مطمئن باش از تو تندتر کار میکنم. اوف. چی شد؟ انگار خار رفت تو دستم. خوب شد. چیزیش نبود حالا. باشه ادامه نده، من انجامش میدم. بازم خار میره تو دستت. باشه تو هم مراقب باش که توی دست تو هم نره. چون که من به دردای تو عادت دارم، این زیادی درد نداره. یعنی منم خار دارم؟ آره. خیلی خوب، چیزیم نیست. حاضران تو چرا اینطوری میکنی؟ همش سعی میکنی بین من و خودت فاصله بندازی، هم خودتو هم منو اذیت میکنی. آخه چرا اینطوری میکنی؟ دیگه نمیخوای دستمو بدون ترس بگیری؟ ها؟ نمیخوای بدون خار دستمو بگیری؟ خلاص شدن از خارهای من به این راحتی ها نیست، چون اونا رو تو به من دادی. خب راستی
اگه خسته شدی بهم بگو باشه. من تنهایی ادامه میدم. یه بار دیگه باشه. اما یه ثانیه هم دیر نکن، همزمان باشه. باشه. 3 2 1. بازم باختم ای بابا. یه بار دیگه برای آخرین بار. نه باشه. چی شد؟ چشاتو ببند. چرا؟ اگه بخوام چراشو بگم برای چی باید چشماتو ببندی؟ خب سورپرایز دیگه. باشه میبندم، اما میخوای ببوسیم چشام که بسته است نبوسم باشه؟ چی؟ چرا باید ببوسم؟ من نمیخواستم این کارو بکنم. اولین بوسه‌ای که داریم و میخوام لحظه‌شو ببینم. عصبانی نشو. مگه میشه عصبانی بشم؟ نگاه کن چطوری نگاه میکنه. باشه ببند. میبندم. یه لحظه، هدیه که نمیخوای بدی. اگه میخوای بدی نده، چون من میخوام اول هدیه بدم. هدیه نمیخوام بدم. سورپرایزم هم خراب شد. اگه راست میگی تو هدیه‌تو بده. ملیسا، چرا الکی داریم دور میزنیم؟ خانوادمون منتظرن. گفتن یکم استراحت میکنیم و بعدش میریم خرید. ببینم مگه ما یه عالمه کار نداریم؟ فکر میکنم آلپر. خب به چی داری فکر میکنی؟ بریم تو کافه بشینیم راجبش با هم صحبت کنیم دیگه. کلی کار داریم ملیسا، باید همه رو هماهنگ کنیم. ها؟ خب من نمیخوام تنهایی فکر کنم. میخوام یه کمی هم تو فکر کنی. اما نه گوش میدی نه جواب درستی میدی. باشه بپرس، هرچی میخوای بپرس. نکنه تو هم با مامان تینا هم نظری آلپر درباره این که بریم توی یه خونه، چون دیگه شوخیش داره بیمزه میشه. ملیسا عزیزم، تو چرا گیر داری به بابام؟ 2 روز دیگه اونا میرن و ما دوتایی با هم تنها میمونیم دیگه. عجبا، چقدر زود. میدونم با این چی کار کنم. وایسا ببینم تو چت شده. نکنه تو هنوزم ملیسا مزخرف نگو. پس این کارا چیه؟ اصلا نمیتونم اینو تحملش کنم. ازش متنفرم ملیسا، باور میکنی؟ وگرنه کارای اونا به من ربطی نداره. منم همینو میگم آلپر. به تو چه؟ اگه جواب سوالمو ندی من دیگه نیستم. ای بابا ملیسا، نوری موفق باشی عزیزم. ملیسا چی شد انقدر تو فکری؟ خیر باشه، تنهایی اینجا چی کار میکنی؟ آلپر کجاست؟ مگه خانواده‌هاتون قرار نبود امروز بیان؟ فهمیدم زیاد سوال پرسیدم، اما باید جوابمو بگیرم. نمیدونم آلپر کجاست، یکم دیگه میاد. منم مرخصیم. متوجه شدم، مساج قلبی باید بدم. ملیسا جانم، چشمم رو مشکی من. ها؟ تو چت شده آخه قیافت رفته تو هم؟ نکنه به خاطر رقصه ها؟ دخترم بهترین رقص رو برات اجرا میکنم، با هم حلش میکنیم. ملیسا روی صحنه، تعریفی مدرن از طوفان، خیلی خوشگله. ببین شروع کردی به خندیدن، همیشه بخند. اینو من به عنوان بله قبول دارم، باشه؟ واسه رقص ناراحت نیستم. من و آلپر نمیتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. حتی با خانواده هامون توافق نداریم. من خودمونو با پدر مادرم مقایسه میکنم، اونا بدون اینکه حرفی بزنن به توافق میرسن. ای روح عشق، بدن این دختر رو زود ترک کن لطفا. گرکم. گرکمو چی؟ ها؟
همش عجله داری به کجا میری؟ هنوز وقت داری، همه چی رو به راهه، نگران نباش. اینجوری فکر میکنی؟ آره اینطوری فکر میکنم. گرگم درد سر چکرمونم اومد. باشه دیگه جایی نمونده چاخشه میتره کی آخرش به خدا. چرا این مغازه بسته است؟ قرار توریست بیاد، یه چیزی باید بخورن اینجا. مغازه بسته است. آلپر بیا آلپر. آلپر کجا بیاد؟ فردا قراره برامون کلی اتفاق خوب بیفته. بعدی ها رو رها کنیم. میبوسمت، این قضیه رو حلش کن باشه. برو یالا بریم. سلام. معذرت میخوام، شاید یکم گندش کردم. حق با توه. بیرجیک، آیه حاضیران معلوم هست تو کجایی؟ خوبم، توی هتلم. تو کجایی؟ نظر چکه کنه، چند بار بهت بگم. اون صدای پایرازه؟ آها آره. چی کارا میکنی؟ من دلم خیلی برات تنگ شده. پس کی قراره ببینم؟ منم دلم برات تنگ شده بیرجیک، اما کارای توی هتل خیلی زیاده. میخوای تو هم بیا؟ آخه چجوری بیام؟ نمیتونم مغازه رو همینطوری ول کنم که تو هم توی هتل کار داری. فکر کنم توی استانبول بیشتر همدیگه رو میدیدیم. انقدر تو این مدت اتفاق افتاده که نمیدونم اصلا به کی باید بگم، به در و دیوار. آره واقعا. میگم چطوره بعد از تموم کردن کارا یه سر بریم استانبول؟ نظرت چیه؟ واقعا خیلی خوب میشه، عالیه، کلی خوش میگذره. دقیقاً کل روزو خوش میگذرونیم، شب و روز میریم میگردیم توی خیابونا. نظرت چیه؟ چی شد؟ چیزی نشده عزیزم، من باید الان قطع کنم، بعدم بهت زنگ میزنم. باشه خیلی خوب، میبوسمت. بابای. میبینمت. اگه یه خورده مواظب باشی خوشحال میشم. سلام. اینجا چقدر قشنگه. چجوری؟ خیلی خوشگله. این نقره است؟ ببخشید، این گردنبند رو میخواستم. اینو باش، مغازه رو ببرن خبردار نمیشه. یعنی خیلی مشکل داره نه؟ عزیزم اینا اهل جزیرن، چه مشکلی میخواد داشته باشه؟ ببینش، معلومه که عاشقه. دیدی گفتم؟ گردنبندو بذار بریم، از این نوری برای ما روشن نمیشه. وای چقدر بامزه ای، من چطوری بهت بگم نه آخه. بیجی چی کار میکنی؟ زهره ترک شدم ای بابا. دختر چرا مثل مجسمه وایسادی؟ مشتری هم میرن توی چی نمیفروشی؟ ای بابا این وضعش آخه چه کاسبیه که؟ مشتری چی؟ مگه مشتری اومد؟ اوف، بعد سالهای مشتری اومد، اونم از دست دادم، حیف شد. ای بابا عزیزم بیخیال، کلا 2 تا سربن میخواستن بگیرن، حالا تو هم میخواستی چونه بزنی باهاشون دیگه. انقدر قیمت بالاست و اینا ول کنی حرفا. من سربند نمیفروشم. به نظرم باید بفروشی، من تو خانما سربند رو خیلی دوست دارم. باشه حتما میارم. دیگه چی دوست داری بگم بیارن براتم؟ قول میدی؟ آره من دونر دوست دارم. چی میشه یه دستگاه دونر اینجا بذاری؟ خیلی خوب میشه، تو رو خدا خیلی خوشحال میشم. تو رو خدا بذار. آخه ولی نمیتونم بذارم. چرا؟ خیلی خب حالا بگو برای چی اومد اینجا؟ یعنی فردا قرار توریست بیاد، به هر کدوم بتونیم 100 تا بفروشیم ما سرمایه‌دار شدیم رفته. باشه پس مغازه رو خوب آماده کنم. اینو برداشتم، حلال کن.
جان دخترم. نهیر خیر باشه داداش فاتح. خیره خوش اومدی فاتح. بفرما داخل. چه خبره؟ خبری نیست دخترم، شما برین داخل منم میام. بفرمایین بفرما. فدایی تو. دارم میرم عقل و روحمو درمان کنم، چون که مجبورم. شاید یه روزی که مرد بهتری شدم لیاقت تو رو داشته باشم. تا اون روز خداحافظ. اولین و آخرین عشق زندگی من. بیا دخترم. نهیر مامان جان بیا قهوه‌تو بخور. اونا مونده توی دستتون. بدیم به من. خوبه. سلام عرض شد. حالتون چطوره ها؟ خوبیم شکر خدا. خوبیم، شما چطوری؟ خدا رو شکر ما هم خوبیم. کارا چطور پیش میره نهیر خانم؟ امیدوارم تو هتل مشکلی نداشته باشید. سر ما که خیلی شلوغه، فصل واکسینه شدن حیواناست. دوستان 4 دست و پا میان و میرن. 2 پا هم داریم ما، اینم بگم مثل پرنده ها. نظرتون چیه؟ بریم سر اصل مطلب آقا فاتح؟ آره همینو میخواستم بگم. راستش این قهوه الان شوره، معده ای منم درد میکنه. خیلی هم درد نمیکنه ولی اگه قند خون و فشارم رو حساب نکنین خیلی خوبم ماشاءالله. نمک معدمو به هم میریزه، نمیتونم بخوابم. آره کلونیا نمیخوایم بذاریم بهتون کلونیا بدم. با کمال میل. ببین عجله کن وگرنه منصرف میشم. نمیشه. میشه. خب شما باز تصمیم بگیرید. نهیر خانم جون، جوونام که همدیگر رو دیدن و پسندیدن. خب گفتی جوونا هم دیگر رو دیدن و پسندیدن. خب ادامه بده، بگو ببینم. وظیفه مام اینه که چیزی نگیم. آره دخترم نهیر، مامان سلما رو به امر خدا و جمعی امامان واس خودم خواستگاری میکنم. آخش منم نمیدم. باز چی؟ حالا که از من میپرسی میشه یا نمیشه، منم نمیدم. منصرف شدم. ولی در مورد اینا که حرف زدیم نهیر جون، مگه نگفتی زودتر ازدواج کنی؟ خودت گفتی. آره گفتم ولی منصرف شدم. داداش فاتح هم که خودش میگه مریض بوده. خدا منو لعنت کنه، من از اون لحاظ نگفتم که. باشه پس من میرم از بیمارستان دولتی برگه سلامتیمو میگیرم و میام اینجا. نمیشه. ای بابا، خب باید چی کار بکنیم حالا؟ پس من با ایزتون میرم. بینم تصمیمتون عوض نمیشه. شاید باید یکم فکر کنم. البته شما تصمیمتون رو بگیرید، منم همینجا منتظر میمونم. اگه این قهوه ها رو بخوری مامانم رو بهت میدم. خب مامانم مال
شما. پس مبارک باشه. بذار بتاب بدم. بیا بخور. ببین چی میگم داداش فاتح، تو نبود من مامانمو تنها نمیذاری و ناراحتشم نمی کنی، فهمیدی؟ اصلا تنهاش نمیذارم جون تو. نمیتونم جای تو رو پر کنم، ولی اینو بدون که سلما رو خوشبخت میکنم. باشه دیگه، منو به گریه نندازین. ایدیل، نمیدونستم کجا باید برم خاله. میشه باهات حرف بزنم؟ آره عزیزم، آره بیا عزیزم، بیا تو. خاله عالیه ببخشید این وقت شب اومدم اینجا. ببخشید و اینا رو ول کن، بگو ببینم قضیه با تو چیه؟ نمیدونم والا، نمیدونم چی درسته چی غلطه، نمیدونم. برای همین تو به من بگو چی کار کنم. اگه بگی از عشقت بگذر، منم میگذرم، همه چی تموم میشه. اگرم بگی برو دنبالش، میرم دنبالش. نمیدونم، تو به هم بگو. دخترم، چون دنبال اونی اومدی اینجا، یعنی من هرچی بگم دلت آروم نمیشه، ولی چه درست باشه چه اشتباه از عشقت نگذر دخترم. آلپر، میدونی که به زودی ازدواج میکنیم. آره معلومه که میدونم. خب چرا اینو گفتی؟ مطمئنی که میخوای یه عمر با من زندگی کنی؟ ملیسا، در مورد اینا حرف زدیم دیگه. حرف زدیم، آره حرف زدیم. من هنوزم دارم خودمو متقاعد میکنم آلپر. یعنی میدونم اتفاقای صبح به خاطر عصبانیتت بود، درک میکنم، ولی فکر کنم باید منو قانع کنی که واقعا خوشحالی. ملیسا ببین، اولین روزایی که عاشق شده بودم، اون دیوونه‌ای که هر جا رو نگاه میکرد و تو رو میدید تموم شد و رفت. ولی من اون موقع خیلی ناراحت بودم. میدونی چرا؟ چون نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. اون موقع مثل الان نگام نمی کردی ملیسا. آره درسته، به تو و عشقت عادت کردم، این دیوونگی تموم شده. ولی من الان خیلی خوشحالم ملیسا. نمیتونم بهت بگم که قرار نیست هیچ وقت ناراحت بشیم، چون دروغه. ولی میدونم اگه تو باشی منم همیشه خوشبختم. خوب شد. باشه خاله عالیه جون، خوشحال شدم پیش توه. چیزی شد بهم حتما زنگ بزن. باشه ممنونم، شبتون بخیر. این دیگه یعنی چی؟ من میشه؟ چرا مزاحم عالیه میشه آخه؟ بیا تو خونه خودش بمونه. من که تو کارهای اون دخالت نمی کنم. آره دخالت نمی کنی، ولی درکم نمی کنی. معلومه که دختره نمیتونه توی خونه بمونه، همش میخواد فرار کنه. شاید به خاطر رفتن با تو رو مقصر میدونه. ایدیل چی کار میکنید؟ کامشا دیگه نمیخوام تو خونه و جزیره بمونی. کامشا برا. خب قضیه با تو تمام شد، دیگه نمیخوام اسم با تو رو بشنوم، فهمیدی؟ منو مقصر میدونه. کاش تو رفتن با تو یه دستی داشتم، ولی متاسفانه اون لات به خاطر من نه، از ترس خودش فرار کرد. خوبم شد. اوه آقای لطیف، چقدر راحت حرف میزنی. که خوب شد. آره خوب شد. دخترته، دختر همیشه باید پیشش بمونی، کنارش باشی. زینب با تو هم دعوام نشه لطفا. من نمیدونم شما چی میخواید. با تو رفت دیگه به درک، هیچ درد و مشکلی هم باقی نمون، تموم شد دیگه، خلاص شدی. عزیزم
عزیزم خوبی؟ زینب اوه چیزی نیست، الان خوب میشم. یعنی چی چیزی نیست؟ داری به خودت میپیچی؟ بذار با هم نه خوب شد خوب میشم. اوف زینب میگی چت شده یا نه؟ خیلی خوب. خوابم برده بود. صبح بخیر. صبح بخیر. من خیلی گرسنمه، تو چی؟ میرم واسه یه چیزی درست کنم. لباسمون عوض کنیم با هم درست کنیم باشه؟ بهتری؟ آره خوبم، بهترم، خوابیدم، خوب شدم. بعضی وقتا بیا پیشم، دوست میشی. چشم. نمیدونم خاله عالیه، یه خلایی درونم هست، حس میکنم اینا هیچ وقت تموم نمیشن و منم حالم خوب نمیشه. شاید یکم طول بکشه ولی باور کن دوباره میخندی. حتی روزای بهتر از امروز رو خواهی داشت. پویراز چطوره؟ من اینقدر درگیر مشکلاتم شدم که فراموش کردم خیلی سختی کشید. پویراز هیچ وقت قصه‌شو به من بروز نمیده که. مثل بچگیاش. اون توی چشمای من هنوزم بچه است، ولی میدونم دیگه خیلی آروم شده، بزرگ شده. تو هم بزرگ شدی. خب حالا بگو ببینم، تصمیمی گرفتی؟ میری یا میمونی؟ بچه ها میدونید وقتی پیازا رو اینجوری میکنیم چشمو نمیسوزونه؟ بذارید بمونن. ببین آها، بذار بمونن، از اونا استفاده نکنین. خیلی خوب، ببینم کی از همه بهتر درست میکنه، کی هنرمندتره. ها بفرما. دیدی؟ میدونستم تویی. خب بله، میتونی مطمئن باشی من با این ماهی میتونم یه غذای خیلی خوب آماده کنم. البته پرفکت. بله خیلی خوب. خب ماهیو که میبینیم، ولی مهم اینه که با چی میخوای درستش کنی. ها نه براک بگو. میدونی ماهیای ما همشون لورک کفال هستن عزیز دلم. بله کفال لورک؟ نه، یه کفال ساده است. آفرین، داشتم امتحانتون میکردم. این یه لورک دریایی. میخوایم با این لورک مایه خوشمزه همراه گوجه و پیاز درست کنیم براتون که انگشتاتون هم بخورین. مطمئنم که خیلی خوشتون میاد. خیلی عالیه و خیلی هم لذیذ. سرآشپز گورکم، اگه اجازه بدین و موافق باشین منم میخواستم سوفله درست کنم. همون بفره ساده رو میگی دیگه؟ آره دقیقا همون. واقعا کنجکاو شدم منم. بله یه مسابقه هیجان انگیز منتظر شماست. خب بریم که داشته باشیم. زود باشید، سریع پیازا رو میذاره. تایمتون شروع شد. زود باشید 30 ثانیه گذشت. گورکم همه رو جمع کرده توی آشپزخونه، داره ازشون کار میکشه. همه کارا رو داره تموم میکنه. باورت میشه همه چی رو به راه پویراز؟ باورت میشه؟ خب چرا نباشه؟ باید رو به راه باشه. چه میدونم، عادت کردم همیشه یه مشکلی پیش بیاد. دیگه مشکلی توی زندگیمون پیش نمیاد، همه چی رو به راهه. آره درسته، به اینم میتونم عادت کنم، یعنی به آرامش. فکر کن باتون نیست، کوتاهی نیست، دویگون نیست. پویراز، اصلا نتونستیم حرف بزنیم. یعنی بابات. یعنی خوبی واقعا؟ خوبم.
آره خوبم، مشکلی نیست. اگه این اتفاقات پیش نیامده بود من خوب نبودم. دیگه نمیخوام به گذشته فکر کنم. توی گذشته دیگه زندگی نمیکنم. فقط به آینده فکر میکنم. حتی به آیندم. تو میری هتل؟ به نظر من برو تو هتل و یه نگاهی بهش بنداز. خیلی خوب داره پیش میره. مسافرم میاد دیگه. وای چی بشه. داشتم به یه چیزی فکر میکردم. نظرت چیه که یه برنامه برای یه هتل بذاریم؟ خیلی خوب میشه ها. مثل مسابقه دوچرخه و این چیزا. دوچرخه؟ مبادا بخوای بهم بگی دوچرخه بلد نیستم. من دوست داشتی مسابقه میدیم. خب اگه دوچرخه داشتیم میشد، اما متاسفانه نداریم. کی گفته نداریم؟ بی درک بی شور، چه خبرته؟ چرا اینجوری میای تو آشپزخونه؟ آخه زهر ترک شدیم. ای بابا گرگم جونه، قارچای معروف جزیره برات آورده، مرکی بخوری دهنش آب میفته، خیلی خوشمزه است. ولی اول باید یه کاری بکنی. اول اینو بگم صادق عزیزم، تو چه میدونی قارچ چی آخه؟ دوست دارم این حرفو بهت بزنم ولی اونا رو بذار اونجا لطفاً. من از اون قارچا یه چیز خوشمزه درست میکنم. میدونستی که من آشپز خیلی خوبیم. زود باش از آشپزخونه برو بیرون. زود باش اینجا خونه نیست، آشپزخونه منه. خب به هم زدی یا نه؟ چیکار میکنی دختر؟ آروم به هم بزن. خدا آبیشن ریختی؟ چی ها؟ چه نوع آبیشنی ریختی؟ امیدوارم وقتی برگشتیم هتل سر جاش باشه. خوب میشه زیادی دیر نکنیم. به نظرم چیزیش نمیشه. گرکم کنترل به دست گرفته، نهیرم هست، مشکلی هم پیش نمیاد. تو اینا رو برنامه ریزی کردی؟ دقیقاً چیو؟ یعنی از دیروز تا حالا پیش همین. آلپر و ملیسا هم خبر دارن؟ آره؟ متوجه نمیشم که چی میگی. باشه بذار واضح تر برات توضیح بدم. چطور تونستی همه رو قانع کنی ما رو تنها بذارن؟ چطوری؟ من فکر کردم تو همچین کاری کردی. من؟ این نقشه اصلا سلیقه من نیست. باور کن اگه نقشه من بود تا اوج خستگی کار نمی کردم بمیرم. من بهت گفتم که نمون. اما اگه منم بودم نقشه بهتری می کشیدم. ها پس نقشه تو چی بود؟ دوچرخه. قبول نیست، من دوچرخه رو گفتم. خوشحالی؟ جونم عشقم. فاتح با دخترم میخوایم بریم بازار کفش و این چیزا رو بخریم حراجه. گفتیم یکم هم به ملیسا کمک بکنیم. خب باشه عزیزم، برید بگردید و حالش رو ببرید. اصلا اجازه نخواستم فاتح. میگم که تا برو برای یه چند دست لباس برای خودت بخر. راست میگی یا سلما؟ اینم بود مگه نه؟ از هیجان یادم رفته بود جون. تو رو خدا هیجان زده نشی لباسای رنگی رنگی بخری یا خیلی بده. نه عشقم، حواسم هست جون تو. کت سیاه و پیرن سفید. باشه خوبه. به گرکم زنگ بزنم، قرار بود بهمون کمک بکنه. پس فعلا باشه. از هیجان یادم رفته بود جون تو. سلام. ما اینو بیرون تنها پیداش کردیم. فکر کنم مادرش ولش کرده. میشه خواهش کنم آینش کنید؟ میخوام خیالم راحت بشه که مشکلی نداره. خیلی دوست داشتنیه جیگر تو. ولی من یه کار فوری دارم. به سلمان قول دادم تا 1 ساعت دیگه برمیگردم. 1 ساعت دیگه بیاد باشه. چقدر کار داره؟ خیلی خوب معاینش میکنم. اصلا پول ویزیت هم نمیخواد بدی. چرا قول میده؟ کدوم گوریه؟ فدای شما. زوربا اومدم.
خوش اومدی پویراز، خوش اومدی حاضیران. بفرمایین داخل. نه مادر بزرگ، اومدیم دوچرخه ها رو برداریم، میخوایم زود بریم. کدوم دوچرخه ها؟ دوچرخه های من و آلپر دیگه، همونایی که توی انباری هم. نه میدونی اونا چند ساله اون جان به درد اشکالی نمیخورن. نداره، یه نگاهی میندازم. تو انباری بودن؟ آره در انباری هم بازه. باشه ما تنهایی حرف بزنیم خوبه ها؟ بودو بیا. باشه. ویلکم به جزیره کلنگیج خوش آمدید. ویلکم. How are you? I am fine. Hi. سلام، چطوری تو؟ علیکم السلام. خوش آمدید. ساده. این چیه پسر؟ این چیه دستت ها؟ ملیسا و آلپر، شما اینجا چی کار دارید؟ مغازه چرا باز نیست؟ من باید این جزیره رو سرپا نگه دارم. همش من فروشندگی کنم؟ تو رو خدا مغازه رو باز کنید، چایی دم کنید، هم چایی بخورم هم اینا رو بفروشم. اول واسه قنادی خرید کنیم، بعدش بیا هم چایی بخور هم اینا رو بفروش. اینم درستش کنیم. اشتباه نوشتی ساده. چی رو اشتباه نوشتم؟ درسته دیگه؟ اشتباه نیست، تو بیا بعدن حلش میکنیم. باشه زود باشی بریم. باشه بریم. ویلکم. چاو. ویلکم. هله بابا. ملت دیوونه شدن، دنبال کار میگردی؟ تو رو خدا جلو کسب و کارمو نگیردی. بعضی وقتی علکی حرف میزنی. ویلکم. کمیسر بفرمایید. اتفاق بدی افتاده؟ نه، قرار بود توریستا بیان جزیره، اومدن یا نیومدن میدونی؟ یکم پیش اومدم، فکر کنم توریست باشه. باشه ممنونم. مرسی. Hi. How are you? Come here. What do you say, bro, huh? اونو نبینیم، منو ببینیم. Was? Ist dann die Suchtag in dem Waschding? Ich stopp ist dann lustig lassen. وای خوش گلم الهی تب کنی من پرستارت بشم. کلن چقدر متفاوتی. من بهت میگم من همه زبونا رو بلدم. آلمانی بلدم، اسپانیایی بلدم، روسی بلدم. Deze man is uitstekend. Lukt durch die Speerfactorien den Lachton. هتل. ها من یا میبرمتون هتل. زود باشید. کام. را بیاف. گو. انشالله ماشالله. خوبی دیگه سواره؟ با اینا نمیشه کاری کرد. میگم ولی نمیفهمه پسر دیوونه. خب تو چطوری؟ من هم خوبم، بهترم. یعنی تعجب میکنم دیگه. میگم زیاد عادت نکنم. فکر میکنم هر لحظه قراره یه اتفاقی بیفته. خیلی اتفاقات ترسناکی و پشت سر گذاشتی. یعنی برای همین میترسی یه چیزی سرت بیاد. ولی گذشته رو ول کن. اون موقع خوب نبودی، میترسیدی. خب الان چی؟ راستش گاهی میخوام همه چی خوب پیش بره، چون که میدونم وقتی خراب بشه ناراحت میشم. مثلا امروز اصلا نمیخوام امروز تموم بشه. یعنی اگه تموم بشه نمیدونم بازم میتونم همچین روزی رو تجربه کنم یا نه. الانم همچین ترسی دارم. آخه عزیزم، میدونی که ما هم با هم دیگه مشکل داشتیم. این به خاطر این بود که همدیگه رو خوب نمیشناختیم و هر دوتامون خیلی پویراز و دوست داشتیم. اگه بهم اعتماد کنی میتونی مطمئن باشی به اندازه پویراز مواظبتم. باورم نمیشه. خیلی خوب سوار شو. به سوار اینا بشی؟ آره دیگه، پس چی؟ چرت و پرت نگو پویراز. با اینا تا هتلم نمیتونیم بریم، توی راه میمونیم. یعنی ترسیدی و مسابقه هم نمیدی؟ آره اصلا. زود باش. مادر بزرگ میام ماشینو میبرم. پویراز وقت کردی بیا حرف بزن. خاله عالیه، میبینمت عزیزم، مواظب باش. اتفاقی افتاده؟ نه ولی بعدن وقتی اومدم ماشینو بردارم حرف میزنم. مواظبت کنین از خودت. باشه. فقط آبی قرمز چیه بود؟ اونا زنونه هستن آقای محترم. در ضمن این خیلی بهتون میاد. واقعا؟ بجز این
باشه پس من همشو میخرم، بعدنم میتونم بپوشم، وقتو تلف نمیکنم. ولی باز şalvarım پیدا کنیم. آره باشه. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. خالی کن خالی کن خالی کن. خوبه خوبه. میتونیم توی این شنا کنیم یا نه؟ دختر چی کار کردی؟ ای بابا آفرین بابا آفرین. همش تقصیر صادق بود. من چی کار کنم؟ اون اومد منو ترسون خیلی ریختم. الان همه ای گوشتا خراب میشن. الان همشون خراب میشن. ای بابا همیشه صادق صادق صادق. این بویه چیه؟ ها؟ اونجوری نگاه نکن. سوزوندی. زود باش ببینم. نگاش کن تو رو خدا. خدا لعنتت کنه. خراب کردی. گند زدی. خراب. این به این خوبی خراب شد آخه. نگاش کن تو رو خدا. دستت بسوزه الهی. این چه وضعش آخه؟ نگاش کن. دست این صادق حواس منم پرت کرد. این هم میگه صادق صادق. تو هم میگی صادق. به صادق من چیزی نگیدا، به اون توپلو چیزی نگید. ببین هر کاری میکنی اونو به حالت اول برگردون. فهمیدی؟ ای خدا نگاه کن همه جا رو دود گرفت. پنجره ها رو وا کنین. تو هم شیر رو حاضر کن. زود باش ببینم. وای قلبم گرفت. زود باشین. پیتزا رو میخواین درست کنین باقال. زود باشین. بی دست و پاها. دیوانم کردین. زود باشین. سری من بهت گفته بودم اینطوری میشه. الان باید تا هتل پیاده بریم. پویراز چرا گوش نمی‌کنی؟ لجبازی نکن بیا. بعدن میام دوچرخه رو میبرم. اصلا نمیشه. تازه من چطوری باید تا هتل پیاده بیام؟ اصلا میدونی الان توی هتل چه خبره؟ نگران نباش نمیافتی. باشه بیا دیگه. دوچرخه رو بده. ولش کن. حالا بیا دیگه. به هم اعتماد کن. مراقب باشه. باشه بیا. یه لحظه صبر کن. تو حاضری؟ نه خیر وایسا. الان چی؟ نه باز هم نیستم. حاضرم. تو خوش آمدی. به منزل خود آمدی. بفرما بیا تو. بفرما. کامان بیا اونجا هم داخل اتاق توه. ببین خیلی خوشگله هتلمون. به خوشی استفاده کنید. خب مخصوصا تو. ایشالله که همیشه باید بیاین اینجا. ببین من مطمئن ترین فرد جزیرم. برای یورو اینا به من مراجعه کنید. باشه؟ دستتون در نکنه. هر چی خواستی من دارم. باشه؟ این شب صحون نه. سمتی باو. آخه قشنگ من گرسنه شده. من الان تو رو سیر نکنم خودم میمیرم. نگران نباش من تو رو سیر میکنم. باشه؟ فود الان تو رو فود بهت میدم. خب گورکم هست برات فود میارم. سرآشپز بزرگ. گورکم اومدم. روزتون بخیر. خوش اومدید عزیزان. روزتون بخیر. خیلی خوش اومدید. خوش باشی عزیزم. گورکم جان دوستان اومدن اینجا. ایشونم شفن. شف بلدی چیه؟ شف سرآشپز بزرگ. یعنی اینجا اینا گرسنه‌شون شده اما خانم محترم بیشتر گرسنشه. غذا خوبه رو بدیم بخوره. آره ولی فقط یه نوع غذا داریم. یعنی چی؟ فقط یه نوع داریم. یعنی چی؟ یعنی چون دوستامون غذا رو سوزوندن. البته
فقط پیتزای قارچ و پنیر داریم. نه پیتزای قارچ و پنیرمون هم خوبه راستش. ای بابا نه we vegetarian. اینا گیاهخوارن، پنیر نمیخورن. حالا چیکار کنی؟ نه جان شما انگلیسی بلدی؟ آره بلدی انگلیسی بابا؟ آره خب یکم بلدم. من در کهکشان راه شیری دنبالت بودم، اینجا پیدات کردم. به این خانم بگو چند تا حرف دارم، ازش بپرس ببین مجرده؟ آره بپرس خواهش میکنم. چرا باید بین این همه کاروباری که سرم ریخته همچین چیزی بپرسم داداش صادقان؟ نه جان حیاتیه میگم بپرس لطفاً. دردم اومد. یه لیر بهت میدم زود باش. صادق ببین با کیا سر کله میزنم. شما مجردی؟ She's the واسطه. No, married. What's the married? I'm hungry. We are vegan. فهمیدم دیگه. کی داره میگه؟ دختره چی گفت؟ متأهلن، فقط هم گیامیا میخورن. فهمیدی یا باید بیشتر توضیح بدم؟ به امید تو. نهیر جون ککمکی من آروم باش. فهمیدم از فیتس شاین یعنی what you نخند بی شخصیت. یعنی ببینین what your favorite food یعنی food مثلا ماشروم مثلا. یعنی من نمیدونم الان چی گفتم. به خدا اینقدر حرف زدم خسته شدم. What he say? What? He say? هیچی. Entscheidung was چی میگه؟ دختر مگه انگلیسی بلد نیستی؟ خب بپرس دیگه. İşte size kanon olasa. It's built in the passion. Du kız da bir opfam. ببین خیلی حسابمو خورد کردینا. پیش مهمونو دیوونه بازی در نیارید. یه انگلیسی یه آلمانی چیزی دیگه. خدا توپل اینجوری به من نگاه نکن. برو یه ترنسلیت چیزی بیار. برو ببینم بود زود باش. پیش این خانوم زشته گورکما. باشه بحث نکنین. منم برم براشون یه غذای خوب بپزم. آفرین زود باش. برو آشپزخونه نهیر جون. زود باش اینجوری هم نگاه نکن. چمدونای اینا رو بردار ببر. زود باش. مجددا خوش اومدین. بفرمایید. چیه؟ دختره چطوری ها؟ دختر؟ چه دختری؟ میشه تو میگی میشه چرت و پرت نگو. اصلا بهت نمیاد. اصلا این حرفو نزن. چیزی یادته مامانم موهامونو انقدر برید و پیش گرفته بودیم. آره مگه میشه یادم بره؟ دختره بزرگی بودیم خجالت میکشیدیم بریم مدرسه. من اون موها رو نگه داشتم. چرا؟ خیلی ناراحت بودی. دلم نیومد بندازم موهایی که مامانم بریده بود و دور. ناراحتم که کاش که اون موقع بلندتر از اینا بریده بود. قبلا بهم نگفته بودین. گذشته دیگه یادم نمیاد. الانم نمیدونم از کجا به ذهنم رسید. وای خیلی وقت کشی کردیم. بعد بریم کفش بخریم برای عروسی. پاشو. آره زود باش بریم. ایدیل بیا. سلام خاله سلما، خیلی خوش اومدی. خوش باشی ایدیل جون. چطوری؟ نمیدونم. ما میریم خرید عروسی، تو هم بیا باهامون. نمیخواد، من لباس دارم میپوشم. در واقع بود و نبود من که خیلی فرقی نمیکنه. مگه میشه آخه عزیزم؟ شاید تو هم به ما کمک کنی. منو ببخشین میرم تو اتاقم، خستم. زینب تو چطوری؟ بهتری؟ خوبم آره نگران نباش خیلی خوبم. چرا؟ چی شده مگه؟ چیز مهمی نیست جانم. زود باش. پاشو بریم دیر موشا. باشه پاشو زود باش. بذار کیفمو بردارم بیام. الو سلام آیتن خانوم، من ایدیلم. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ نه نگران نباشین، حال پویراز خوبه. مهم نیست. فهمیدم. من برای یه چیز دیگه مزاحمتون شدم. شما خبر دارین باتو کجاست؟ نه جزیره نیست. گفتم شاید اومده باشه استانبول، شما خبر داشته باشین. برای همین مزاحمتون شدم. گفتم ببینم خبری هستی یا نه. فهمیدم.
باشه پس خبردار شدیم به من زنگ میزنیم. ممنونم، روزتون بخیر. بله هنوز به سبزی خور کردن ادامه میدی. خوش اومدین. ممنون. کمک میکردی؟ نه تموم شد. این بو از کجا میاد؟ بگو ببینم از کجا این بو داره میاد. تعریف کن. زود باش دیگه بگو کلک این بو از کجا داره میاد. زود باش بگو. یعنی راستش زیادم سخت نیست، فقط باید یک کمی حواستو جمع کن. شنیدی؟ حواستو جمع کن. آدمو تحت تاثیر قرار میده. معلومه که همینطوره، دقیقاً مثل دستپخت منه. ببین حواستو جمع کن. بچه‌ها والا به خدا من نمیتونم تحمل کنم، گفته باشم از شاه اثر من میخورین دیگه، درسته؟ وگرنه همش برای کی میمونه؟ ای وای همینه. کسایی که میخوان این طعم شاه اثر رو امتحان کنن بیان، وگرنه تهش میمونه که اونم صادق میخوره. بیا اینجا، بیا. بوی خیلی خوبی میده. بیا غذا رو ببین. وای قیافش که خوبه. طعمش امتحان کنی؟ امتحان میکنم. میخوای؟ دهنتو میسوزونه ها. دختر به پاه. آخ پرنده زیبای من، آخه من تو رو با این سبزیجات چجوری سیر کنم؟ تو با سبزی سیر میشی؟ خیر باشه داداش صادق، نمیتونی از اون میز جداشی نه؟ داداش صادق از غذا بخور، خیلی خوشمزه شده، بعدا برات نمیمونه. منو ببین، به حرف من گوش بده، من برات شعر میخونم. عشق من مثل تریلیه، هر لاستیکم نمیتونه حملش کنه. امیدم من بزرگه، تو هر صندلی عقب جا نمیشه. آخ یه قلب کوچیک دارم که بدون تو نمیشه. ها خوبه؟ وای وای وای. الان شاعر شدی؟ منو ببین گنده بک، بی دختر بیفتی زیرت میمونه له میشه، اینقدر بهش گیر نده تو رو خدا. بیا این ور بابا، بیا این ور، اینجوری توریستا رو میپرونی به خدا فرار میکنن. من میام عشقم باشه اینجا. بیا زود باش. روکم سب کن. نیل چیه؟ الان من دوستانو پیشت میارم باشه، ازش چیزی بپرس کم و کسی چیزی ندارن، بهتره من قاطی این حرفا نکنی داداش صادق جون، چون اگه قاطی کنی اصلا راجع به تو حرفای خوبی نمیزنم. فهمیدی که چی میگم؟ اگه لازم باشه من دونه دونه احتیاجاشونو میپرسم، تو نگران نباش باشه؟ ای بابا، و من میرم پیش ملیسا باشه، شاید اینا بخوان تو بازار یورو تبدیل کنن، من برم تبدیل کنم دیگه، بعدم پولشونو میگیرم. ملیسا هم انگلیسی بلده، شما هم تا موقع استراحت کنید. آفرین به صادق، آفرین. باشه تو اینجا جمع جور کن، ما به باقی مونده ها رو جمع میکنیم. باشه من میرم، سلامت باشید. ممنون. میدونم تا موقع چیکار کنید، سبزیجات آماده کنید. خب من میرم دیگه، مراقب خودتون باشید، سلامت باشید. حله، خداحافظ. گل من. من درست نمیشم، جدی میگم، چیزی حل نمیشه. نمیخوام تو رو هم بیچاره کنم، طبیعت ما خیلی فرق داره. بعد از این تو بزرگترین دشمن منی.
Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısınlar dünyanın. Bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim mütellik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.